ساعت 8 بامداد. آغاز نوبت اول آزمون سراسری از دقایقی قبل. بیش از 957,000 نفر در نوبت اول آزمون سراسری در 410 شهرستان در 565 حوزه اصلی و 1714 حوزه فرعی با هم رقابت می‌کنند. وعده وزیر جهاد کشاورزی: امسال مطالبات گندمکاران به موقع پرداخت شود. اعلام وضع فوق‌العاده در شهر قدس اشغالی در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده. مقامات رژیم صهیونیستی بیش از 10,000 شهرک‌نشین صهیونیست را از خانه‌هایشان تخلیه کردند. و در پیک بامدادی از رونمایی سند ارتقای سواد فضای مجازی تا اول خرداد میشنوید. این سند یکی از 11 سند راهبردی فضای مجازی در حوزه فرهنگ است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 11 اردیبهشت ماه 1404 از رادیو ایران. نوبت اول آزمون سراسری از دقایقی قبل با رقابت داوطلبان رشته‌های ریاضی و علوم انسانی آغاز شد. بعد از ظهر هم آزمون هنر و زبان‌های خارجی برگزار می‌شود. برای اطلاع از جزئیات این آزمون همکنون ارتباط تلفنی ما با آقای کریمیان، مشاور رئیس سازمان سنجش، برقرار شده. آقای کریمیان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صبحتون بخیر باشه. بفرمایید که چه تعداد داوطلب در آزمون امسال شرکت کرد؟ سلام علیکم، صبح شما بخیر. صبح همه شنوندگان عزیز رادیو ایران هم بخیر باشه ان شاء الله. همونطور که فرمودید فرآیند نوبت اول آزمون سراسری 1404 از دقایق قبل آغاز شده. در این آزمون محتوی 57,798 نفر داوطلب هست که از این تعداد 63% زن و 37% مرد هستند. در نوبت صبح امروز گروه در واقع داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و علوم انسانی در واقع آزمونشون برگزار میشه که الان شروع شده. در گروه ریاضی مجموعاً 116,150 نفر داوطلب هست که از این تعداد 63% مرد و 37% زن. بله. و در گروه علوم انسانی مجموعاً 290,383 نفر شرکت کردند که از این تعداد 65% زن و 35% مرد هستند. در واقع بالعکس هستیم در علوم ریاضی و علوم انسانی تعداد زن و مرد. بعد از ظهر هم انشالله گروه هنر و گروه زبان خارجی رأس ساعت 2:30 شروع میشه. البته داوطلبان ساعت 2 باید در حوزه آزمون شرکت داشته باشن و فردا هم انشالله نوبت در واقع گروه علوم تجربی هست که بیشترین داوطلب رو داریم، 422,119 نفر. بسیار عالی. قطعاً تمهیدات ویژه‌ای برای آزمون امسال اندیشیده شده. اگر که لطف کنیم به اونها اشاره کنیم ممنون میشم. خواهش میکنم. همونطوری که مستحضرید به هر حال آزمون سراسری مملکت رویداد ملی با حمایت همه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی برگزار میشه و امروز چیز حدود 120,000 نفر از عوامل مختلف در دستگاه‌های مختلف با سازمان سنجش در برگزاری آزمون همکاری دارن و طبیعتاً با توجه به این سطح گسترده همکاری تمهیدات مناسب در همه حوزه‌ها اندیشیده شده که انشالله داوطلبان ما بتوانند با آرامش و در واقع خیالی راحت کار آزمونشون رو برگزار کنند. بسیار عالی. نوبت دوم کی برگزار میشه آقای کریمیان؟ نوبت دوم در 5 و 6 تیر ماه انشالله برگزار. خیلی متشکرم از شما. اگر که نکته‌ای نیست من با شما خداحافظی کنم. خدا زنده باشید. خدا نگهدارتون.
وزیر جهاد کشاورزی وعده داد امسال مطالبات گندمکاران به موقع پرداخت شود. غلامرضا نوری گفت پیشبینی‌های لازم برای پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران اندیشیده شده است. امسال خوشبختانه تدبیر خوبی شده توی بودجه و امیدواریم که تأخیرهای سالهای گذشته تکرار نشه. الان هم خوشبختانه بالای 500,000 تن گندم از مناطق جنوبی کشور خریداری شده و تلاش هم داریم میکنیم، در حال رایزنی هستیم با سازمان برنامه بودجه که اینا سریعا پرداخت بشه. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از امکانات مختلف مشکل مسکن کارگران را حل کنیم. احمد میدری در برنامه گفتگوی ویژه خبری بر لزوم اجرایی شدن استانداردها برای کاهش حوادث ناشی از کار هم تاکید کرد. هفته کار و کارگر بهانه‌ای بود برای حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری. آقای میدری یکی از عوامل آسیب رسان به جامعه کارگری را تقسیم نامناسب فضاهای شغلی در کشور خواند. 50% از مشاغلی که در یک سال گذشته به وجود اومده فقط در استان تهران بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین یکی از روش‌ها را در موضوع تأمین مسکن کارگران تغییر کاربری زمین‌های کارفرمایان به نفع جامعه کارگری خواند و از روش‌های دیگر هم گفت. زمین‌هایی که یا وزارت مسکن در اختیار ما قرار بده یا ما داریم اما کاربریشون مسکونی نیست، نزدیک کارخانجات هست که اینها رو ما بتونیم تغییر کاربری بدیم. البته آقای میدری پرداخت کامل تسهیلات بانکی را هم از عوامل مهم در حل مشکل مسکن کارگران برشمرد. در سال گذشته 17% از تسهیلات مسکن پرداخت شده. به خاطر اینکه سایر بخش‌ها سهمشون، مثلا بحث فرزندآوری جمعیت یا حالا مشاغل کمتر، اونا سهمشون رو بیشتر دریافت کردن و بخش کمتری، سهم کمتری به بخش مسکن در واقع داده شده. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طرح ارسالی به مجلس درباره فرایند حذف یارانه 3 دهک بالای جامعه هم اشاره‌ای داشت و گفت بر اساس این طرح باید روش شناسایی این دهک‌ها تغییر کنه. به فرد گفته میشیم که شما با این سطح درآمد با توجه به اینکه مستاجر یا مالک هستین، یارانه به شما تعلق نمیگیره و فرد فرصت داره بیاد اعتراض بکنه، بگه نه شما تشخیص اشتباه دادین، ما بررسی میدانی میکنیم و اگر در واقع اطلاعات نادرست داده شده باشه، اون موقع از انواع یارانه‌های دولتی در بخش‌های مختلف از مسکن یعنی زمین تا تسهیلات بانکی ممنوع میشه. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما. جستجو برای یافتن مفقودان حادثه بندر شهید رجایی آغاز شد. به گفته مدیر کل پزشکی قانونی هرمزگان، عملیات جستجو با کمک گروه‌های امدادی و جهادی انجام می شود. خبر دیگر این که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد بر اساس قانون همه خسارت‌های وارد شده به فعالان اقتصادی در بندر شهید رجایی که شرکت‌های بیمه جبران نمی‌کنند از درآمد مشمول مالیات معدیان کسر می شود. زلزله با قدرت 5 ریشتر ساعتی قبل برخی مناطق خراسان رضوی را لرزاند. بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین لرزه ساعت 5:10 صبح امروز در 13 کیلومتری رشدخوار روی داد. عمق این زمین لرزه 5 ریشتری 10 کیلومتری زمین اعلام شده. زمین لرزه در دولت‌آباد و تربت حیدری هم احساس شد. در پی این حادثه گروه‌های ارزیاب هلال احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شدند. رئیس سازمان فضایی ایران گفت ایران به جمع کشورهای همکار در برنامه ماهنشین چانگ 8 پیوست. حسن سالاری افزود یکی از موضوعهای مهم در برنامه 10 ساله فضایی کشور حوزه علوم و اکتشافات فضایی است و با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته و اعتماد کشور چین به دانشمندان صنعت فضایی ایران در برنامه چانگ 8 بناست یک محموله تحقیقاتی که در یکی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ایران ساخته می شود در سطح ماه قرار گیرد.
سازمان هواشناسی امروز در استان‌های البرز، قزوین، تهران، سمنان، قم، مازندران، ارتفاعات اصفهان، یزد و کرمان در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی: امروز پنجشنبه تو برخی نقاط استان‌هایی مثل مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم، همدان، مرکزی، اصفهان، یزد و خراسان شمالی و خراسان رضوی، شمال کرمان و شمال آذربایجان غربی بیشتر برای ساعات بعد از ظهر و اوایل شب دیگه رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی و حتی در برخی نقاط خیزش گرد و خاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ داریم. برای پنجشنبه امروز بارش ها در قزوین، شمال تهران و شمال البرز در حد هشدار نارنجی هستش و روز جمعه هم برای شمال کردستان، جنوب آذربایجان غربی این شرایط رو داریم. توصیه‌مون به هموطنان عزیزمون اینه که دیگه از فعالیت‌های کوهنوردی، جابجایی عشایر، همینطور فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی خودداری بشه و عدم توقف در کنار درختان و دیوارهای فرسوده و ساختمان‌های در حال ساخت. امروز پنجشنبه علاوه بر بارش‌ها در نیمه شرقی کشورمون، جنوب، مرکز، در استان‌هایی مثل قزوین، البرز، تهران، قم دیگه وزش بادهای شدید رو داریم که در نقاط مستعد میتونه خیزش گرد و خاک رو داشته باشه. برای تهران هم امروز بعد از ظهر بیشتر وزش باد، هم رگبار و رعد و برق، خالگاهی وزش باد شدید و گرد و خاک رو داریم. بیشینه دما هم در تهران به 28 درجه مایع صفر میرسه. نماینده ایران در سازمان ملل رژیم صهیونیستی را تهدید اصلی در منطقه دانست و از شورای امنیت خواست این رژیم را ملزم به خروج از سرزمین‌های اشغالی فلسطین، لبنان و سوریه کند. آقای ایروانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل بر حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین به عنوان حقی غیر قابل مذاکره تاکید کرد و افزود تأسیس دولت مستقل و دارای حاکمیت فلسطینی با پایتختی قدس شریف خواست مشروع و تاریخی ملت فلسطین است. نماینده ایران با اشاره به ادامه اقدامات تروریستی و بی ثبات کننده رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن آمریکا گفت تا زمانی که اشغال و تجاوز پایان نیابد صلح و ثبات در منطقه تحقق نخواهد یافت. معاون سخنگوی سازمان ملل متحد با هشدار درباره ادامه محاصره نوار غزه گفت بیش از 2 میلیون نفر با کمبود شدید غذا، آب، سرپناه، دارو و سایر مایحتاج ضروری روبرو هستند. فرهان حق با اشاره به حملات هوایی رژیم اشغالگر به چادرها و مناطق مسکونی در نوار غزه افزود بر اساس گزارش‌ها 10 فلسطینی در روزهای اخیر کشته یا زخمی شدند. زیرساخت‌های غیر نظامی آسیب دیده و فقط 7 بیمارستان و 4 بیمارستان صحرایی در نوار غزه تا حدی فعالند. مقامات رژیم صهیونیستی در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در غرب شهر قدس اشغالی وضع فوق‌العاده اعلام کردند. بر اساس گزارش منابع عبری با ادامه آتش‌سوزی در مناطق کوهستانی اطراف قدس، مقامات مجبور به تخلیه بیش از 10,000 شهرک‌نشین صهیونیست از خانه‌هایشان و همچنین تخلیه کامل 9 شهرک شدند. برخی رسانه‌های عبری به نقل از منابعی در شاباک اعلام کردند که آتش‌سوزی در قدس عامدانه بوده و تاکنون 3 نفر به اتهام دست داشتن در این حریق بازداشت شدند. مناطق مختلف یمن بار دیگر هدف تجاوز هوایی آمریکا قرار گرفت. بر اساس اعلام منابع یمنی، هواپیماهای جنگی آمریکایی بامداد پنجشنبه در سنوبت یکی از مناطق استان سعده در شمال یمن را بمباران کردند. حملات هوایی و موشکی آمریکا به مناطق مختلف یمن از 15 مارس تا کنون به شهادت 217 غیر نظامی و زخمی شدن 436 نفر از جمله زنان و کودکان منجر شده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات پهپادی موفق نیروی هوایی این کشور علیه ناو هواپیما بر آمریکایی وینسون و تعدادی از ناوهای جنگی همراه آن در دریای عرب خبر داد. یحیی سری گفت این عملیات 24 ساعت پس از عملیاتی صورت گرفت که ناو هواپیما بر آمریکایی ترومن رو مجبور به عقب نشینی به شمال دریای سرخ و حرکت به سوی کانال سوئز کرد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از عملیات نظامی ترکیبی علیه اهداف حیاتی و نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه یافای اشغالی تل‌آویو با استفاده از 3 فروند پهپاد یافا و حمله پهپادی دیگری به یک هدف مهم در اسقلان اشغالی خبر داد. آمریکا و اوکراین توافقنامه‌ای درباره دسترسی به منابع طبیعی و مواد معدنی اوکراین امضا کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا به نمایندگی از این کشور قرارداد تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با اوکراین را امضا کرد. اسکات بسنت مدعی شده هدف از این قرارداد استفاده از قابلیت‌های مشترک برای بازسازی اقتصادی اوکراین است. رئیس جمهور آمریکا هم در سخنانی ابراز امیدواری کرد کیف به قرارداد پایبند باشد. ترامپ گفت اوکراین معادن نایاب زیرزمینی زیادی دارد و آمریکا هم همواره در پی به دست آوردن این معادن است. جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین موجب توقف ارسال تمام محموله‌های سفارشی خرده فروشان بزرگ آمریکایی شده. به گزارش رویترز، مدیر اجرایی بندر لس آنجلس گفت این بندر هفته آینده با کاهش 35% محموله‌های وارداتی از آسیا روبرو خواهد شد. بندرهای لس آنجلس و لانگ بیچ در کالیفرنیای جنوبی دروازه‌های اصلی واردات کالا از چین هستند. سفارش کالاهای کانتینری از چین به آمریکا هم تا 60% کاهش یافته. رئیس جمهور آمریکا در مراسم 100مین روز دومین دوره ریاست جمهوریش گفته بود از فکر شکست چین شبها خوابم نمیبرد. دولت ترامپ در اقدامی بحث برانگیز با 400 دانشمند فعال در تهیه گزارش تغییرات اقلیمی قطع همکاری کرد. به گزارش CBS این گزارش قرار است 2 سال دیگر منتشر شود و نقش مهمی در برنامه‌ریزی دولت و شرکت‌های خصوصی برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی دارد. طبق قانون آمریکا این گزارش هر 4 سال یک بار منتشر می‌شود. کنار گذاشتن این 400 دانشمند که داوطلبانه برای تهیه گزارش اقلیمی همکاری می‌کردند، نگرانی‌ها را درباره غیر مستند بودن این گزارش افزایش داده. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما. خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. 6 نشان طلا، 4 نقره و 6 برنز حاصل تلاش تکواندوکاران ایران در جام باشگاه‌های آسیا بود. در 13مین دوره این رقابت‌ها در چین در گروه دختران رضا تیم ایران به مقام قهرمانی رسید و در گروه پسران شهرداری ورامین پس از ازبکستان عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و رضا تیم سوم شد. در این مسابقات ملیکا میرحسینی، سوگند شیری، باربد جباری، امیر عباس رهنما، محمد حسین یزدانی و امیر سینا بختیاری طلایی‌های تیم کشورمان بودند. تیم بوکس نوجوانان ایران با 1 طلا، 4 نقره و 2 برنز به کار خود در مسابقات ردایی سنی آسیا پایان داد. در روز آخر رقابت‌ها در اردن، امیرعلی مهرابی در دیدار نهایی وزن 60 کیلوگرم نماینده ازبکستان را شکست داد و تنها طلا را برای تیم کشورمان به ارمغان آورد. زبیر عیسازی در 48 کیلوگرم، نوید رضایی در 63، امیر مهدی عزتی در 70 و فرهود قربانی در به اضافه 80 کیلوگرم مدال نقره گرفتند و امیر مهدی اکبری و احسان زلفی در اوزان 46 و 57 کیلوگرم به نشان برنز رسیدند. جام جهانی فوتبال ساحلی از امروز در جزایر سیشل آغاز می‌شود و ساحلی بازان کشورمان ساعت 16 برابر تیم موریتانی سفاری می‌کنند. پاراگوئه و پرتغال دیگر همگروه ایران هم امروز با یکدیگر مسابقه می‌دهند. دیدار تیم‌های بارسلونا و اینتر در نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا برنده نداشت. در آخرین بازی از دور رفت این مرحله از رقابت‌ها تیم بارسلونای اسپانیا در ورزشگاه المپیک بارسلون میزبان اینتر ایتالیا بود که این بازی با تساوی 3-3 به پایان رسید. در آغاز نیمه دوم مهدی طارمی مهاجم اینتر در حالی به جای لاوتارو مارتینز وارد زمین شد که به احترام جانباختگان سانحه بندر شهید رجایی با مچبند مشکی به میدان آمد. بازی برگشت دو تیم سه‌شنبه هفته آینده در ورزشگاه جوزپه ماتزا برگزار می‌شود.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با 4 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود. در آغاز هفته 28م رقابت‌ها از ساعت 19:15 به صورت همزمان مثل رفسنجان با پرسپولیس تهران، چادرملو اردکان با فولاد خوزستان و نساجی مازندران با هوادار تهران دیدار می‌کنند. با ساعت 19:30 استقلال خوزستان برابر خیبر خرم‌آباد سفاره‌ای می‌کند. سایر بازی‌ها فردا برگزار می‌شود. تیم شهرداری گرگان در بازی اول سری فینال لیگ برتر بسکتبال با نتیجه 81-78 میزبان خود طبیعت اسلام شهر را شکست داد. بازی دوم دو تیم فردا در تهران برگزار می شود. در محلی نیمه نهایی لیگ نخبگان فوتبال آسیا در عربستان تیم کاوازاکی ژاپن با نتیجه 3-2 تیم پرستاره النصر عربستان را شکست داد و حریف تیم الاهلی دیگر تیم عربستانی در فینال شد. و آخرین خبر این که بهمن صالح نیا اسطوره تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در 87 سالگی چشم از جهان فرو بست. مرحوم صالح نیا از سال 1348 تا 1376 به مدت 28 سال هدایت ملوان را بر عهده داشت و در کسوت سرمربیگری موفق شد 3 مرتبه این تیم را به عنوان قهرمانی جام حذفی ایران برساند. وی همچنین سابقه مربیگری تیم ملی فوتبال بزرگسالان و تیم ملی جوانان را در کارنامه داشت. سپاس از همراهیتون. پیک بامدادی. ساعت 8:21 و 19 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. به گفته معاون امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تا اول خرداد از سند ارتقای سواد فضای مجازی رونمایی می شود. این سند یکی از 11 اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی در حوزه فرهنگ است. قرار است ایران تا سال 1410 در حوزه فرهنگ در فضای مجازی بتواند به جایگاه برتر در زمینه ارائه خدمات محتوایی مثل بازی، آموزش، سرگرمی، رسانه و شبکه‌های اجتماعی دست پیدا کند. لازمه تحقق این موضوع اجرایی شدن 11 اقدام کلان از سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی است. یکی از این اقدامات ترویج سواد فضای مجازی است که تا اول خرداد از آن رونمایی می شود. حجت الاسلام محمد مهدی تجریشی معاون امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی می گوید برنامه سواد مجازی برای این است که بتواند ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف از وزارت ارشاد تا آموزش و پرورش که خیلی مهمه تا صدا و سیما، دستگاه فرهنگی و دستگاه غیر فرهنگی تا وزارت ارتباطات، توانایی که دارن، ظرفیت‌هایی که دارن پای کار بیارن، مخاطبینی که باهاش تعامل دارن و کمک بکنیم که ما یک آموزش‌های عمومی و همگانی داشته باشیم، سطح معرفت و شناخت مردم از مزیت‌ها و از آسیب‌های فضای مجازی بالا ببریم. سند سواد فضای مجازی اولین سند نیست که وظیفه‌اش ارتقای سطح فرهنگ در جامعه است. سند راهبردی فضای مجازی در حوزه فرهنگ 11 اقدام کلان دارد که دستگاه‌های مختلفی مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت علوم تحقیقات و فناوری متولی آن هستند که طبق گفته معاون امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی از این قرار است: نظام سرگرمی و بازی پیشنویس آماده و منتظر ارسال نهایی از سمت وزارت ارشاد است. 2. نظام دیپلماسی عمومی پیشنویس اولیه فرستاده شده، مشکل در مرجع تصویب وجود دارد که کند پیش می رود. 3. توسعه نظام محتوا به دلیل اینکه چارچوب این سند در گرو ارائه پیشنویس‌های اسناد دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، پس از نهایی شدن سایر سندها این سند هم ارائه می شود. 4. ساماندهی تبلیغات تجاری پیشنویس اولیه اصلاح خورده و آخر خرداد در کمیسیون محتوا بررسی می شود. 5. سازماندهی تبلیغات اسلامی طبق پیشبینی مرکز ملی فضای مجازی تا اوایل تابستان نسخه نهایی ارائه می شود. 6. تأمین زیرساخت فناورانه خط و زبان فارسی پیشنویس اولیه تحویل داده شده و تا پایان خرداد ارائه می شود. همچنین اقدامات کلان آموزش مجازی که متولیان آن وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هستند تا اوایل تیر نسخه نهایی را تحویل مرکز ملی فضای مجازی می‌دهند. نظام تعلیم و تربیت هوشمند هم به دلیل اینکه مأموریت‌هایش با نظام آموزش مجازی مشابه است با این اقدام کلان ادغام می‌شود.
نظام ارتقای ظرفیت مشارکت‌های مردمی که هدفش مشارکت مردم در تولید محتوای فضای مجازی است، تا پایان تیر نسخه نهایی را تحویل مرکز ملی فضای مجازی می‌دهد. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. ممنون از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.